من نمونه ای رو در برنامه دریچه نشون دادم هفته گذشته، بازم خدمت شما عزیزان پخش میکنم. این آقای قزوینی، ببینید ملت تاجیکستان با مشکلات گوناگون روبرو هستند، با فقر، با مهاجرت به روسیه، مشکلات امنیتی، زندان شدن ها، شکنجه و بیکاری و مسائل گوناگون. ما برنامه‌ای داشتیم که من در اون برنامه یعنی صحبت چندانی نکردم، اکثرا خود تاجیک ها بودن صحبت میکردن. بعد از این برنامه این آقا ببینید که چه عکس العملی نشون داد. این کلیپ رو با هم بشنویم. و الحمدلله رب العالمین ما در تاجیکستان بیننده الحمدلله خیلی زیاد داریم، حتی غالب اهل سنت تاجیکستان بیننده برنامه شبکه ولایت هستند. حتی دوستان ما همین پریشبین ها آمده بودن، یک نشستی هم داشتیم. بعضی از دوستان میگفتن اونجا در بعضی از شهرها برق نیست، شبها رفتن موتور برق گرفتن برای اینکه شبکه ولایت رو ببینن. این آخوند در لاف زدن و دروغ گفتن دیگه مثل و مانند نداره. حالا شما باور کنید این حرفو اینو. من فقط برای عزیزان تاجیکی یک نکته ای رو عرض خانم کنم. احمدی ما با شما خداحافظی میکنیم، خیلی متشکرم از شما. بله، و همه عزیزان تاجیکستانی من سلام میرسانم و دعاشون هم میکنم. و چند تا نکته را من اینجا عرض کنم. قبلا ما مطرح کردیم، این رو یقین داشته باشید مردم عزیز تاجیک، شیعه، سنی، امروز وهابیت در تاجیکستان برای شما خواب خلاصه خطرناکی دیدن. وهابیت در تاجیکستان خواب خطرناکی دیدن. بیش از 35 مرکز کمیته امداد خمینی در تاجیکستان، بیش از 3-4 هزار دانشجوی تاجیک امروز دارن در دانشگاه مصطفی و حوزه علمی قم دارن درس شیعه‌گری میخونن تا اینها رو بفرستن به تاجیکستان و همون بلایی رو که سر سوریه و عراق آوردن سر تاجیکستان بیارن. رایزنی سفارت ایران، کلاس های درسی که به نام تعلیم زبان فارسی و کامپیوتر و خیاطی و فلان و علان برای تاجیکا، برای زنان تاجیک گذاشته. در اونجا همه تاجیکان باش آشنا هستن. مراکزی رو که این کسایی که رفتن در ایران درس خوندن و در اونجا آمدن مراکز درست کردن و مردم رو دارن دعوت میکنن به شیعه گری. همین تاج الدین رئیس به اصطلاح مدیر دانشگاه اسلامی که در اونجا تعیین شده که 12 سال در ایران درس خوانده و دکترایش هم از دانشگاه مصطفی گرفته، در اونجا یک شیعه است، شیعه به تمام معنا. علمای اهل سنت، بیش از 27 نفر از استادان اهل سنت دانشگاه اسلامی تاجیکستان را در دوشنبه اخراج کرده و به جاش کسانی رو آورده که فارغ التحصیل حوزه علمی قم و دانشگاه مصطفی در قم هستند و اینها رو داره در اونجا جا میده تا که جوانان، دختران و پسران تاجیک رو در اونجا شیعه بکنه. بعدش هم داد میزنه که وهابیت برای شما. یک مرکزی رو نشون بدید که در تاجیکستان وهابیت داشته باشه. عزیزان تاجیک اطلاع دارن. یک مرکزی رو که وهابیت در اونجا داشته باشه، یا عربستان سعودی یا امارات یا قطر یا یکی از کشورهایی که اینا متهم میکنن به وهابیت، در اونجا مرکزی داشته باشن که اهل سنت تاجیکستان رو دعوت بکنن به طرف چی؟ به طرف وهابیت. نه مرکزی دارن در اونجا، نه فعالیتی میکنن. هم مرکز دارن، هم فعالیت میکنن، هم مردم شیعه میکنن، همینطوری ننه من غریبم در میارن که بله و مردم رو از کی میترسن؟ خودشون دارن کار میکنن، مردم رو از وهابیت میترسن. اینها تو این شبکه هاشون، مخصوصا این انصاری که به قول آقای ملازادی ورشکست شده، سوادم نداره، شروع کرده بین شیعه و سنی و بین برای شما عرض کنم مردم و دولت تفرقه ایجاد کنه و این فرهنگ نحس و نجس وهابیت رو دارن اونجا ترویج میکنن. اینها میخوان برادران عزیز تاجیک کشور شما را به سوریه دوم تبدیل کنن، میخوان به عراق دوم تبدیل کنن. حرف این یا و سر عراق و سوریه رو کی خراب کرد؟ وهابیت؟ امروز در عراق، در سوریه کی داره اهل سنت رو قتل عام میکنه؟ وهابیت؟ یا سپاه پاسداران شما، یا حزب الله شما، یا لشکر فاطمیون شما، یا تیپ زینبیون شما؟
شیعه پاکستانی، شیعه افغانی، شیعه ایرانی، شیعه لبنانی، شیعه عراقی از سراسر دنیا جمع کردن در اونجا، کارشون فقط قتل عام اهل سنت است. بازم چی میگن؟ ببینید این وهابیت عراق و سوریه رو خراب کردن. رایا را نخورید. همون عزیزان اهل سنتی که قبولشون دارید، چون مردم تاجیکستان همه حنفی هستن، حنفی ها اهل بیت رو دوست دارن، شیعیان اونجا که جای خود دارن، حرفهای مزخرفات و لاطائلات و چرندیات این شبکه های ماهواره‌ای شیطانی رو مثل وصال ناحق و غیره را نخورید و اینها دارن شما را به جان هم میندازن، بین شما و دولت میخوان فاصله بندازن، شما را علیه دولت تحریک کنن، به خیابانها بندازن، شما را علیه شیعیان، شیعیان را علیه سنی، سنی علیه شیعه، به بهانه توحید. کدام توحید؟ اون توحیدی که ما خودش نتونه. این خود یعنی جنایتی که امروز آل سعود و آل یهود در یمن انجام میدهند هزاران مرتبه وحشیتر از جنایات، برای شما عرض کنم، صهیونیست ها در فلسطین بوده. حتی اینا گفتن بابا اینا دیگه دست ما رو از پشت بستن. عزیزان تاجیکی این رو دقت کنید. اگر مشکلاتی هم شما با دولت دارید، حالا ما مبنای اینکه ورود به کارهای سیاسی کشورها را به هیچ وجه ما نداریم اصلا و ابدا، چه در داخل ایران چه خارج ایران. حالا این که پیامی هم که حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی دادن نسبت به رئیس جمهور محترم تاجیکستان امام علی رحمان یا امام علی رحمان اوف، که ایشون گفت این اوف را نگید برای ما، امام علی رحمان میگید به ما. علا ای حال مشکلاتی هم دارید، شما مشکلاتتون رو دوستان خودتون بنشینید با همدیگه حل کنید. من به همه عزیزان شیعه در تاجیکستان سلام ابلاغ میکنم، از همهشون خواهش میکنم، پیشانیشون رو میبوسم، احترام اهل سنت را بیش از آنچه که به شیعه احترام میگذارن احترام میگذارن. از عزیزان اهل سنت تاجیک هم تقاضا میکنم اگر من رو به عنوان یک برادر قبول دارن، دستشون رو میفشارم، پیشانیشون رو میبوسم، نسبت به شیعه به عنوان یک برادر نگاه کنن، حرف این شبکه های وهابی را نخورند. خدایی نکرده اگر حرف اینها را، خلاصه فریب اینها را بخورید، همون جنایاتی که اینها در سوریه و عراق داشتن، همون خواب آشفته را برای شما دیدن. بله. خیلی متشکرم از توصیه و سفارش شما. بله، داره تهدید میکنه غیر مستقیم ملت تاجیکستان را. یعنی اگر موحد بشید، اگر یکتاپرست بشید، اگر که از شرکیات و خرافاتی که ما داریم دست بردارید یا حرف ما رو قبول نکنید، همون بلایی رو سرتون میاریم که سر مردم سوریه و عراق آوردیم. اصل حرفش اینه. بعد اونجا گفته بود که در لابلای سخناش که شما به حرف علمای تاجیکستان گوش بدید، اونا حنفی هستن و فلان هستن. بعدش هم یکی از علمای تاجیکستان، خدا خیرش بده، جواب این چرندیات قزوینی رو داده که من کلیپش اینجا پخش میکنم. بعضی قسمتاشو شاید یک کمی لازم باشه که من براتون به زبان ساده فارسی براتون ترجمه بکنم. با همین کلیپ رو میشنویم. السلام علیکم بابای داملا. ما یک گروه مخلصان شما از بچه های اول دوشنبه روز پنجشنبه بیگاه جمعه در یک معرکه نشستگی بودیم. کسی پیامی فرستاده که میگه در روز پنجشنبه در یک دعوتی نشسته بودیم و در اونجا افراد زیادی بودن و سوالی رو میخواد مطرح بکنه خدمت این داملای بزرگوار. در اسپیچر دو خانه پر از آدم جوان، دو خانه پر از آدم جوان به نام جمشید آرزو که فارغ تحصیل دانشگاه قم ایران شدگی بود است. جوانی به اسم دو خانه، میگه اونجا دو خانه دو اتاق نفر بودن، جمعیت زیادی بود. جوانی به نام جمشید آرزو که فارغ التحصیل حوزه علمیه قم و از شاگردان قزوینی است در اونجا حضور داشت. الان در دانشگاه جزیره کورسی چهارمی ترجمانی میخوانده است. سخن کرد
در باب بی‌ستری گپ زد. او سبب بی‌ستری زنان و فاحشه شدن زنان در روی زمین عایشه صدیقه را می‌دانید. میگه این جوان همین شاگرد قزوینی، حالا امینجان از لرستان گوش کن که کی تفرقه اندازی میکنه در بین مسلمان ها. 2 خانه نفر، همه اهل سنت، حنفی در تاجیکستان. این جوانی که در قم درس خونده از شاگردان قزوینی و مکارم شیرازی است، در اونجا میگه که سبب بی‌حجابی و فاحشه‌گری زنان تاجیک ام المؤمنین عایشه صدیقه است. او با دل پر، یعنی با گرانتیش میگوید که عایشه دوزخی است، الان از پاش آویزان در جهنم است. میگه او با تاکید میگفت، همین جمشید آرزو، که علیاذ بالله عایشه جهنمی است و از پایش در جهنم آویزان است. این که در ولایت میان دروغ میگن اهل سنت، انفسنا، اخواننا، اینا همش تقیه و نفاق و دروغگویی است که امین جان تو هم میدونی که در مذهب شیعه همین تقیه و دروغگویی و نفاق است و این جزء 19 دین تقیه است، 9 دین تقیه است. اما واقعیتی که اینا انجام میدن، شاگردانی که تربیت میکنه، تاجیکانی رو که میبره در اونجا، این یک نمونه است. تنها از افغانستان 18,000 نفر در قم در حوزه علمیه و دانشگاه مصطفی دارن درس میخونن. 18,000 ملت افغانستان، 18,000 خوناشام جانی قاتل که با تشنه خون و مال و ناموس شما هستن، ایران داره میفرسته از حوزه علمیه قم. بیدار شوید. این جمشید آرزو یک نمونه است از بین 3-4 هزار تاجیکی که در قم دارن درس میخونن. ملت تاجیکستان بیدار شوید. این بره تاجیکستان، اینو برن، همون بلایی رو که سر سوریه و عراق آوردن سر شما میارن. ادامه رو ببینید. از زبان استادانش به نام قزوینی و مکارم شیرازی و دیگر دانشمندان شیعه ایران سخن میگم. میگه که این جمشید آرزو از زبان قزوینی و مکارم شیرازی و دیگر آخوندهای ایران سخن میگفت در اونجا. سخنهای سنی ها جواب به او گفتن نتونسته. شما خودتان احمق سنی ها جواب داده، این نداری، وقت سواد نداری، بدبخت او را اقلا یک شپالی دانش نتونستی. میگه در اونجا کسی جوابشو نداد، در نامه نوشته. بعد ایشون میگه که جاهل بودن، علم نداشتن، نتونستن جوابشون بدن. حداقل اگر جواب داده نتونستید، یک سیلی محکم زیر گوشش میزدید، چون که او میگه به مادر شما هم توهین کرده، نه تنها به همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلکه به مادر مؤمنین هم، که هر کس مؤمن هست، مؤمن شیعه، مؤمن سنی، هر کسی که مؤمن هست باید اعتقاد داشته باشه که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیامبر اولاتر است بر شما از نفسهای خودتان، از جانهای، یعنی پیامبر را از جانتان باید بیشتر دوست داشته باشید و همسر او هم مادر مؤمنین هست، همسرانش مادران مؤمنین هست و اونها رو هم باید از جانتون بیشتر دوست داشته باشید. معنی آیه این است. ادامه کلیپ رو بشنوید. و او گفته نتونسته، و او باز به عربی چیزی میگفت و دلیل میکرد. بابا جان اینا چی میگویند؟ نسبت زن پیغمبر ما و این نسبت زن پیغمبر کوئی اعتراض نکرد، نسبت مادر چی هم روفی کرد. مادر زن پیغمبر تا روز قیامت برای تمام امت مادر است. والله آیا اسلام یا شما بارین خطیب ها یکان جواب به این خیل آدم ها دارن یا نه؟ اونا تاجیک بودن نه ایرانی. آیا خب عایشه تاجیک ها دیگر است و عایشه ایرانی ها دیگر؟ دابلا جواب این منافق گردانید و پیش روی این سگان را گیرید. اصلا جوانایی که از شهر، از مملکت ما، از تاجیکستان قریب 1000 نفر رفته سگای ملعون در شهر کون خاندان ملگیان. در تاجیکستان ما این خبیثا حضور دارند. میگه این بیش از 1000 نفر از این سگهای ملعونی که در قم درس خوندن و در تاجیکستان برگشتن اومدن، اینا در بین تاجیکستان، بین ملت تاجیکستان حضور دارن و اینها خبیث و منافقن. اینا سخن از زبان قزوینی کافری مرتد و مکارم شیرازی که تمام رسانه های جهانی که توی سگای مشرک ایران صحبت کرده ایستادن، این یک سگ بچه تیار کردی همون قزوینی است.
میگه که این یک بار دیگه این مطلب رو بشنوید. اینجا آیت الله قزوینی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی رو ذکر میکنه. از زبان قزوینی کافر مرتد، از این حرفا رو میگه از زبان قزوینی کافر مرتد و مکارم شیرازی که تمام رسانه های جهانی که توی صدای موسیقی ایران صحبت کرده ایستادن، که از طریق رسانه ها از طریق همین شبکه ولایت میگه صحبت میکنه با مردم دنیا. این یک سگ بچه تیار کردی همون قزوینی است. میگه اینایی که این حرفا رو میزنن سگ بچه های پیدا شده از همان قزوینی هستن. تاجیک است، بله تاجیکی شد و جهانگیر میشه باقی. جمشید آرزو، پروردگار آرزوهای تو را باطل کند، پروردگار تو را در عوض عایشه از پاکبان کرده با همراهی قزوینی و مکارم شیرازی در جهنم مثل ابوالحق آویزان کند. میگه جمشید آرزو همین کسی جوانی رو که شیعه کردن، میگه تو و قزوینی و مکارم شیرازی رو در جهنم از پای شما آویزان بکنن در اونجا مانند ابولهب. خدا تو را جانی مرد کند ملعون، سبب فاحشه شدن زنها در کره زمین این فاحشه های امریکا است و انگلیس است و این مملکت های ابدقدرت جهانی است. سبب فاحشه شدن زنها در کره زمین همون قزوینی است و ایران است. میگه سبب فاحشه شدن زنهای مسلمان آمریکا و اروپا و همین قزوینی و امثال اونا و مکارم شیرازی است. فاحشه های ایران است، دختران قزوینی است، زنای مکارم شیرازی است و خواهرای تو فاحشه است. خواهران و زنان حرف ایشون هست، من فقط دارم به فارسی روان به خدمتون بیان میکنم. زنان و دختران خود قزوینی و مکارم شیرازی فاحشه هستند و زنازاده هستند. حالی تو جمشید آرزو توی میگه که از همون فاحشه های مشهوری خواهران و دختران و مادری تو فاحشه است که تو این گمانی بده نسبتی زنی پیغمبر دادی. نمیترسی از اون خدایی که پروردگار از بالای عرشش از 7 طبقه آسمان بیکام و بیزبان پاکی عایشه صدیقه را در قرآن در سوره نور 17 آیت اعلان کرد. تو سگی ملعون نخواه زبان پیدا کنی مادر. میگه الله سبحانه و تعالی در 17 آیه سوره نور پاکی و براءت ام المؤمنین عایشه صدیقه رو بیان کرد و تو ملعون میگه میای این تهمت رو میزنی. زنی پیغمبر ام المؤمنین تا روز قیامت او را تو این گمانی بده کنی. پروردگار شما را از جامعه برداشته کنه و شما را نیست نابود کنه. جوانای عزیز اینا ببین همون تعلیماتی که در خارج جوانای ما گرفتن، اونمون تعلیم‌هایی که از خارج گرفته آوردن امروز زبان پیدا میکنه. مرگ به همون جوانی که رفته در خارج میخواند و میپسند پیغمبر تحقیر میکنه. کجا میره برادر عزیز؟ کجا میره خواندن ایران؟ آیا همین ملاها همین دانشگاه دولتی اسلامی که درمان شما از شما را علم دادن میتونه؟ اینا رفته و احمق شده بازگشت آمده ایستاده، رفته و شیعه شده آمدن، رفته و روسیه و بدبخت جاهل شده آمدن. میگه اینایی که رفتن در ایران درس خوندن، رفتن منافق شدن، روسیا شدن، بدبخت شدن، اومدن امروز دارن تفرقه افکنی و نفاق افکنی میکنن در بین مردم تاجیک. آیا نمیتونید درس دینی رو در خود تاجیکستان بخوانید؟ بجای علم ایران بیاین در وطن خدمت کنن، آمدن بدبختان دشمن دولت شدن، دشمن ملت شدن، دشمن مسلمان ها شدن. اینا به جایی که میگه برن اونجا علم یاد بگیرن، اومدن دشمن ملت، دشمن دولت و دشمن دین اسلام شدن. دعا کنه که خداوند تبارک و تعالی جامعه ما مسلمان تاجیکستان ما را، چه ملت ما را، چه دولت ما را از فتنه این دشمنان، از فتنه گزند این بدبختان نگاه می‌دارد. پروردگار هم نگذار که این دشمنان دین زبان پیدا کنند و خانم و زوجه رسول اکرم تحقیر کنند. پروردگار اینا را گم گردان، اینا را فلج گردان، اینا را نیست و نابود بگردان. بله. این دامولا عبدالقادر یکی از علمای تاجیکستان بود. دامولا عبدالقهار یکی از علمای تاجیکستان بود که جواب چرندیات مکارم شیرازی و قزوینی رو داد. و ببینید که امروز این دیگه حرف ما نبود، نگید که والا انصاری گفته و شبکه وسائل. این یکی از ملاهای تاجیکستان هست که این اولین بار است راستش من
اسم ایشون رو میشنوم که نمونه از فتنه انگیزی های حوزه علمی قم و مکارم شیرازی و قزوینی رو، این چهره‌ای که میاد اینجا در برنامه حاضر میشه غیر از اون چهره است که پشت پرده چه کارهایی که نمیکنن بر علیه اهل سنت. و این جمشید آرزو نمونه ای از این 3-4 هزار نفری است که اینها برگشتن در تاجیکستان و دارن تفرقه افکنی میکنن. الان توی مجلسی اومده نشسته بر علیه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها صحبتی کرده، توهینی کرده، جوان تاجیک بلند میشه در مقابل این وای میسته، درگیری صورت میگیره. این جرقه جنگ و نفاق و درگیری است در بین مسلمان ها. فردا این اینو میکشه، اون یکی رو میکشه، بعد مسجدی رو منفجر میکنن، بعد تجمع از شیعیان رو منفجر میکنن. کاری که در پاکستان کردن، از یک طرف میرفتن مساجد اهل سنت رو منفجر میکردن، از یک طرف میرفتن حسینی و شیعه رو منفجر میکردن. ملت جاهل به جان هم دیگه میافتادن، در کوچه و خیابان هم دیگه رو لت و پار میکردن. همین کار رو در تاجیکستان هم اینها وقتی که این افرادشون برگردن کم کم دارن در حکومت نفوذ میکنن. الان حتی تا مشاور رئیس جمهور رسیدن، تا مسئول بزرگ امنیتی در حکومت رسیدن، به اصطلاح مدیریت دانشگاه اسلامی به دستشون هست و مناصب خیلی مهمی رو در حکومت به دست گرفتن. اگر حکومت تاجیکستان بیدار نشه و دست اینها رو قطع نکنه و اینها رو دور نکنه از حکومت، از مواقع اساسی، یک روزی ببینید که کودتایی رو ترتیب میدن بر علیه حکومت. بعد از اون سرنوشت علمای تاجیکستان دقیقاً همون سرنوشت علمای عراق و سوریه خواهد بود. که یمن رو که گرفتن حوثی‌ها، یکی از عزیزانی که من باشون آشنایی دارم اسمشون ذکر نمی کنم، میگه لیست داشتن، فلانی پسر فلانی، شهر عدن، کوچه فلان، پلاک شماره چند. میگه لیست دستشون بود، همین حوثی‌های شیعی که در ایران تعلیمات نظامی دیده بودن برگشته بودن به یمن، میرفتن در میزدن، طرف رو صدا میکردن، جلوی در که میومد میبردنش، زنده و مردش تا امروز گمه. هر عالمی که امروز داره توحید و یکتاپرستی بیان میکنه در تاجیکستان، در افغانستان، در همه دنیا، بدونید که لیست استخبارات ایران پر است از اسمهای شما. هر موقعی که از این خواب غفلتتون بیدار نشید و اینا به قدرت برسن، مثل یمن، مثل سوریه، مثل عراق، تک تک شما رو پشت در خونه‌تون میان، جلوی در خونه هم اونجا ترورتون میکنن، یا اینکه میبرن در زندانهای مخفیشون در اونجا سربنیست میکنن. بیدار بشید امروز، قبل از اینکه بدبختی عراق و سوریه و یمن بر سرتون بیاد. بیدار بشید. همین دوست میگفت که از جمله علما و دعوتگران اهل سنت فقط در شهر عدن 27 نفر رو بردن و زنده و مردشون تا الان گم است. جمشید آرزو در تاجیکستان 1 نفره. عبدالله محقق و نمیدونم اون یکی که در روسیه داره فعالیت میکنه و یتیموف و این نمیدونم تاج الدین، اینا یک نفر هستن، اما اینا دارن یک گروهی تشکیل میدن، دارن یک سازمانی تشکیل میدن، زیرزمینی دارن کار میکنن. در ایران اینا تعلیمات نظامی میبینن، بعد که روزی که فرصت میسر شد براشون، بعد به هیچ تر و خشک اینها رحم نمیکنن. ملت تاجیکستان بیدار باشید. قبل از اینکه بیش از 4000 جمشید آرزو بیاد و اعتقادات و دین و مذهب شما رو پایمال بکنن، نه به مالتون، نه به جانتون، نه به ناموستون به هیچی رحم نمی کنن. اینکه توهین به ام المؤمنین عایشه صدیقه کرده، این از جمشید آرزو، این عقیده شیعه در کتاباشون است. من قبلا هم نشون دادم که توهین هایی که اینها در کتاب هاشون نسبت به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میکنن، بیشتر از اون چیزی است که شما تصور داشته باشید. اینها مطالبی هست که من خدمت شما عزیزان بیان بکنم. این کتاب احمد جان نشون بده. الفاحشه الوجه الاخر لعایشه، فاحشه چهره دیگر عایشه. کتاب کامل در اثبات کفر و
فاحشه بودن علیاذ بالله و مملو از توهین و اهانت که اینها چاپ کردن. تشکر میکنم. و در این کتابشون بهار الانوار میگه که در صفحه جلد 52 صفحه 314 امام باقرشون روایت کرده، به دروغ نسبت میدن به امام باقر، که وقتی که امام زمان بیاد همیرا رو از قبر زنده میکنه و بر او حد جاری میکنه تا انتقام دختر محمد رو بگیره. چه ربطی داره این مطلب در اینجا؟ حد جاری میکنه به خاطر تهمتی که به ابراهیم زده بود. اینا چی اعتقاد دارن؟ میگن این سوره نور، این آیاتی که در پاکی حضرت عایشه نازل شده در مورد حضرت عایشه نیست، در مورد ماریه قبطیه است، ابراهیم و کسی هم که تهمت زنا زده بود، عایشه به ایشون تهمت زنا زده بود. والعیاذ بالله، دروغایی که در کتاباشون درست کردن اینها. مطالب زیادی هست تا اینجا این مطلب رو ذکر میکنن که خیانت عایشه کتابی است از آیت الله علامه محققشون شیخ محمد جمیل حمود عاملی. تشکر احمد جان. و در این کتاب تهمت اینجا میگه که الصراط المستقیم الی مستحق الجحیم، یکی از علمای اینها شیخ زین الدینشون میگه که این در جلد 3 صفحه 665 میگه که وقتی خداوند در قرآن میگه اولئک مبرئون مما یقولون، در سوره نور وقتی میگه که این زنهایی که تهمت زده میشه به اونها، اما اشاره به ام المؤمنین عایشه صدیقه است، پاک هستن از اون تهمتی که به اونها زده شد. چی میگه؟ قلنا ذالک تنزیه للنبی عن الزنا. این میگه که اینجا پاکی پیامبر از زنا رو ثابت میکنه، لا لها، نه پاکی عایشه را، کما اجمع فی المفسرون، چنانچه همه مفسرین شیعه بر این اعتقاد هستند. تشکر میکنم. در مورد تکفیر و تفسیق و تهمت فحشا به ام المؤمنین عایشه صدیقه در این کتاب تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 375 که در اینجا تهمت میگه که ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا فخانتهما، اینجا ما عنا بقوله فخانتهما الا الفاحشه ولا يقيمن الحد على فلان فيما اتت في الطريق البصر وكانت تلها يحبها. میگه که این خیانتی که در این آیه ذکر شده، خیانت منظور از اینجا فاحشه هست و امام زمان که بیاد حد رو جاری میکنه، بر از قبر بیرون میکنه حضرت عایشه رو، حد رو بر او جاری میکنه و تهمتی که نسبت به ایشون میزنه که علیه بالله ایشون ارتباطی داشته با طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنهما. و در این در کتاب کافیشون، در تفسیر البرهانشون، در کتاب صراط المستقیم، در مثلا اینجا اگر این صدا داشته باشه احمد جان نشون بده. میگه لعنت خدا بر اولی و دومی و سومی و عایشه والعیاذ بالله. یک بار دیگه دقت بکنید، این آخونده هستن که در قم دارن شعار میدن. گوش کنید. بله، این نمونه ای از لعن و نفرین های آخوندها در تظاهرات هایشون که این گونه توهین ها و اهانت ها رو انجام میدن به همسر پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حتی خود همین آخوندها مثل همین ابوالقاسمی یزدانی، شما برید فقط در صفحات اینا ببینید که در کامنت هایی که میگذارن چه توهین هایی رو به همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینها انجام میدن. حتی خمینی، این زندیقی که شما
با اسمش آشنا هستید. اینم در کتابهاش، من اینجا اگر بتونم از ببینید که چه توهین، چون این امثال جمشید آرزو اینها عقیده آخوندها رو دارن بیان میکنن در تاجیکستان. اینجا ام المؤمنین عایشه صدیقه بارها این مطلب رو نشون دادم، بازم ببینید در کتاب طهاره جلد 3 تالیف خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی هم اینو چاپ کرده، نه داعش و وهابی هم چاپ نکرده اینو. در صفحه 457 در مورد نواسب صحبت میکنه، بعد نمونه‌ای از نواسب رو میاره که مانند عایشه، زبیر و طلحه و معاویه که اینها خبیث‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها هستند. یک مرتبه هم قزوینی خواست این مطلب رو انکار بکنه، میخواست تحریف بکنه این مطلب رو، که جواب دندان شکن بهش دادیم که بعد از اون صداش در نیومد. این عقیده این نظام از این آخونداست در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه و در مورد اهل سنت.